قصه حقیقی که باور نکردنی است. درباره آن که به صحابگان قرآن چگونه تأثیر میکرد قصه های آمده است که اگر آن با راه های معتمد ذکر نمیشد باور نمیکردیم و آن را از خیالات قصه گویان می حسابیدیم، ولی وقتی آن با سندهای معتمد روایت شده است ما باید با آن باور کنیم. از جمله آنچه امام احمد رحمت الله علیه در مسندشان از جابر بن عبدالله رضی الله عنه نقل میکنند که مسلمانان وقتی از جنگ ذات الرقاع برمیگشتند در راه زنی از مشرکان که شوهرش حضور نداشت کشته می شود. وقتی شوهرش برمیگردد میبیند که همسرش کشته شده است، به خود عهد میکند که تا از مسلمانان انتقام نگیرد به خانه برنمیگردد. در راه مسلمانان برای شب گذرانی در جای توقف میکنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابگان میپرسند که امشب کی ما را پاسبانی میکند؟ 2 نفر از صحابگان میبرایند، یکی از مهاجرین و دیگری از انصاریان، و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها دستور میدهند که در نزد درآمدگاه وادی ایسته. لشکر خواب میروند و آن 2 صحابه با هم اتفاق میکنند که یکی نصف اول شب پاسبانی میکند و دیگری نصف باقی مانده شب. مرد انصاری خواب می رود. رفیق مهاجرش برای استفاده از وقت به نماز مشغول می شود. آن مرد مشرک شوهر زن کشته شده می آید و می بیند که سربازان خواب رفتند و در تاریکی کسی راست ایستاده است. می فهمد که این شخص راست ایستاده پاسبان لشکر است. تیری را می گیرد و به کمانش گذاشته سوی آن شخص می پراند. تیر به مرد مهاجری می رسد. به قول راوی حدیث مرد مهاجری تیر را از بدنش می کشد و به زمین می گذارد. من نمیفهمم این چیست؟ خاری است که شخص از بدنش به آسانی میکشد. اگر به ناخواست خاری به بدن ما درآید درد میکشیم، ناله میکنیم، اما این مرد آن را کشیده به یک سو میگذارد. اینها چگونه مردم بودند؟ سبحان الله، چه خیل انسان بودند. امروزها بسیار میشنویم که درباره استادان جنگاور یپانی نقل میکنند. در بعضی کتابها میخوانیم که بعضی آنها بی‌نظیر بودند، ولی با وجود این همه گمان ندارم که به چنین عمل قادر باشند، زیرا تیر بدن را سوراخ میکند. معلوم نیست که به کجای بدن در آمده است. شاید به شکم رسیده است، دل و جگر را سوراخ کرده است، آن را بیرون میکشد. چرا تیر را از بدن بیرون میکشد؟ عادتا وقتی تیر را از بدن بیرون میکشند خون بیشتر می شود. وقتی کشیدن یگان رگی را می کند و یا گوشت را پاره می کند. این باور کردنی نیست. اینها چگونه انسان ها بودند؟ باور کنید سرگذشت صحابگان خیلی جالب است. سرگذشت صحابگان خیلی عجایب است. می دانید سر این در چیست؟ آن مرد مشغول به کتاب خدا با قرآن می خواند. من در آغاز سخن گفته بودم که اگر این حادثه با سند صحیح نقل نمی شد هرگز باور نمی کردیم، زیرا آخر ما انسان هستیم. مثلا شما خودتان میخی را گیرید و به دستتان خلی نمیتوانید، حتی اقلا پوستش را سوراخ کرده نمیتوانید. بینید دخترچه خردتان که نرمی گوشش را سوراخ میکند چگونه داد و فریاد میکند، حالا اینکه آن پارچه گوش تنها از روغن عبارت است. شما با هر راه او را آرام میکنید، اما این شخص به بدنش تیر میدراید و او باشد آن را به آسانی کشیده یک سو میگذارد. آن مرد مشرک باشد از دور نگاه میکرد، میبیند که آن شبح هنوز به پای ایستاده است، تیر دیگر می اندازد. این دفعه هم می رسد و باز مهاجری آن را کشیده می گذارد و نمازش را ادامه می دهد. نمیدانم اینها چه خیل مردمند. عجیب، سبحان الله. آیا از دیگر چیز آفریده شده بودند؟ به قول بعضی از عالمان این حالت ها می باشد که به عقلمان راست نمی آید و این کار هم کرده نمی توانه. بعد بار سیوم تیر می خورد و باز آن را کشیده به رکوع می رود و رفیقش را از خواب بیدار می کند. وقتی رفیق انصاریش بیدار می شود می‌بیند که اطراف همه خونالود شده است. در حیرت می‌افتد و می‌پرسد که چرا چنین شده است؟ برای چی مرا بروقتر بیدار نکردی؟ همین دم آن مرد مشرک می‌بیند که حرکت زیاد شده است، ترسیده می‌گریزد. مرد انصاری رفیقش را ملامت کرده میگوید که برای چی مرا وقتی بار اول تیر خوردی بیدار نکردی؟ رفیقش میگوید من سوره می‌خواندم. به خدا قسم که اگر از وظیفه پیامبر به گردنم گذاشته نمی ترسیدم تا تمام کردن آن سوره تو را بیدار نمی کردم. اگرچه جان می دادم چطور پیش از تمام کردن سوره می ایستم؟ نه، هرگیز. تا سوره را به آخر نرسانم هرگیز نمی ایستم. اگرچه بمیرم، ولی چیزی که مرا از این کار باز داشت
همان وظیفه‌ای بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به گردن من گذاشتند و دستور دادند که من این جای را پاسبانی کنم. اگر من بمیرم این راه گشاده می شود. برای همین هم تو را بیدار کردم. آیا مانند این تأثیر دیده؟ این است تأثیر قرآن، این است کتاب خدا، این است مناسبت صحابگان با کتاب الله. همین خیلی با آن خرسند می شدند. گویا ما تصدیق زنده آیت کریمه بگوی که با فضل و رحمت خدا شاد شوند را می‌بینی. در تفسیر آن گفتند که فضل خدا همین قرآن است و رحمت او باشد که شما را از اهل آن گردانید. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.